صفات مهتدین که از صفات مهتدین اینه که دعا میکنن. اولین صفتش از اسباب هدایت دعاست. از الله تعالی بخوایم اهدنا الصراط المستقیم. هدایت به دست الله تعالی است فقط. و ما باید تا میتونیم دعا بکنیم. اول که ما رو هدایت بکنیم و دعای استقامت بر مسیر هدایت. ربنا در آیه 8 سوره مبارکه آل عمران الله تعالی میفرماید که ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا. بعد از اینکه ما رو هدایت کردیم ما رو گمراه نکن. بعد از اینکه دیگه داریم میرسیم به اون لبه، به اون نوک قله و فتح بکنیم قله رو، اونجا دیگه سنگ و زیر پای ما اجازه نده که بلغزه و بیافتیم. اون آخرین لحظات این کار رو اجازه نده که اتفاق بیفته. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هدیتنا و هب لنا من لدنک رحمة انک انت الوهاب. از رحمت خودت به ما بده که شما بسیار بخشنده و مهربانی. این یکی از دعا، یکی از مواردی که بسیار کمک میکنه در راه استجابت. مسئله توحید، مسئله اعتقاد و باور. کسی که توحید و یگانگی الله تعالی رو پرستش نمیکنه و از شرک و هر آن چیزی که مرتبط به شرک است، ندای غیر الله خودش رو پاک نکرده، نمیتونه ادعای هدایت بکنه. و مسئله سوم، مسئله این که درخت ایمانی رو باید تقویت کرد. وقتی که انسان ایمانش، توحیدش نسبت به الله تعالی، من دلایلش از قرآن کریم چون وقت زیاد خواهد گرفت من فقط اشاره میکنم به خود موضوعات. وقتی که انسان تفکر میکنه، تدبر و تفکر در آیات الله تعالی، چه در قرآن کریم چه در آیات تکوینی که داره در مخلوقاتش، این انسان رو به الله تعالی، به قدرت الله تعالی نزدیکتر میکنه. در آیات 164 از سوره مبارکه بقره و آیه 191 از سوره مبارکه آل عمران الله تعالی دعوت میکنه ما رو به تفکر. و جالبه که بعد از هر دوی این آیات بحث محبت الله تعالی ذکر میشه. در آیه 165 میفرماید کسانی که ایمان آوردن الله رو بیشتر از هر کسی دوست دارن. محبت الله تعالی یکی از راههایی که به دست میاد تفکر در مخلوقات الله تعالی و پی بردن به عظمت الله تعالی است که محبت ما رو به اوشون بیشتر میکنه. و همچنین محبت الله تعالی رو اتباع از رسول صلی الله علیه و سلم. در آیه 31 سوره مبارکه آل عمران الله تعالی میفرماید قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اگر شما ادعا میکنید من الله رو دوست دارید، من یک شرط دارم برای اثبات این ادعای این دوستی شما. فاتبعونی، از من پیامبر باید اطاعت کنید. پیامبر من بگو اگر شما مردم مدعی محبت الله هستید از من پیامبر باید اطاعت کنید. الله گفته شرطش اطاعت از سنت من. فاتبعونی، اگر این کار کردید یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم الله غفور رحیم. اون موقع الله تعالی شما رو دوست داره، گناهان شما رو میبخشه و الله تعالی بسیار بخشنده و مهربانه. اتباع از رسول صلی الله علیه و سلم و قبل از اون از قرآن کریم و در مقابل آیات قرآن کریم تسلیم شدن. وقتی آیه از قرآن کریم خونده میشه دیگه نگیم فلانی اینجوری فرمودن فلانی اینجوری فرمودن، الله اینجوری فرمود، تموم شد رفت. و الله تعالی قرآن خودش رو بسیار ساده برای ما ذکر کرده. فقط ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. ما قرآن رو برای فهم آسان کردیم. اینایی که میگن 70 تا شکم داره و 70 تا بطن داره، بریزید دور این افکار رو. اینها کسانی هستن که نمیخوان ما، این همون شیطان هایی هستن که الله تعالی در سوره زخرف فرمود که شیطان هایی رو ما با اینها قرین کردیم که اینا رو از راه الله تعالی بند میکنن و فکر میکنن که اینا هدایت یافته هم هستن. بعض مواردی که کمک میکنه باز همنشینی با صالحین و فرصت نیست که من در این آیات باز وارد بشم. همنشینی با صالحین، با ابرار، مجالست با اونها، تلاوت فراوان قرآن کریم، تلاوت قرآن کریم. ذلک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین. این کتاب هیچ شکی در اون نیست که هدایتی است برای متقیان. و فراموش نکنیم که همیشه هدایت از آن الله تعالی است و همیشه محتاجیم برای هدایت. و خود همین آیه اهدنا الصراط المستقیم که ما رو هدایت کن به راه راست، وقتی که نماز هم میخونیم در حین هدایت هم این حرف رو ما میزنیم، باز هم دلالت بر این داره که این راه پرخطری است و نباید به خودمون مغرور بشیم و همیشه از الله تعالی باید بخوایم که ما رو هدایت بکنه. و تا اون روزی که ان شاء الله در بهشت به همراه شما عزیزان جمع بشیم و بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما كنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. در آیه 43 سوره مبارکه اعراف الله تعالی میفرماید در وصف حال بهشتیان کنها در بهشت وقتی کنار هم میشینن از دلهای اونها کینه و بغض رو کنار میزنیم، کنار نهرهای نشستن و این گونه میگن که سپاس الله تعالی رو که ما رو هدایت کرد و اگر او ما رو هدایت نمیکرد ما هرگز به این مقام رهنمون نمیشدیم. و